دیگران در انتظار یاری 18 سالند، عمر من در انتظار مشروطی 18 گذشت. دوستان عزیز، به گمانم آنهایی که ما را پیگیری میکنند از این بیت آگاهی دارند و پس از خواندن این بیت، یعنی که پس از چند روز و یک شاید چند ماهی که این بیت را من قبلا خوانده بودم، این صبح امروز در روز خنده برای ما یک بانوی بسیار هم ثروتمند تماس گرفتند و گفتند که برای شما دیگر مشروطه نشینی نمیزیبد، برایتان یک ماشین، یعنی که همین ماشینی که در نوار میبینید برای شما ما تحفه میکنیم. و من گفتم خواهش میکنم خود را اذیت نتید، یعنی که زحمت نکشید، برای من لازم نیست. اما اون کس مجبور کردن مرا و بسیار هم مجبور کردن. خب من به گردن گرفتم، هرچند من گفتم من نمیتوانم رانندگی کردن. اون کس گفتن که شما می آموزید و لکسوس را های میکنید و زندگی خود را تغییر میدهید. هرچند من پافشاری کردن نگفتم، اما اون کس مجبور کردن و من قبول کردم و در زیر دل واقعا خوشنود بودم که این لکسوس نصیب من میشود و یک مشکلی زندگی من برطرف میشود. اما همین خیلی میخیزم که این همه در خوابم است. و دوستان عزیز، من خواستم در روز 1 اپریل که روز خنده است با این گفته ها شما را خوشنود بکنم. ولی آن بیت را که من خوانده بودم، چند از آنهایی که از حج و ظرافه بخبر هستند مرا ایراد گرفتن، گفتن که چنین بیت ها را خواندن برایتون نمیزیبد. اما بخبر از آن که استاد عبید زاکانی و دیگر شاعران با حج و با ظرافت های خود مردم را خوشحال میکنند. به هر حال با امید آن که فردای ما درخشان باشد، باز هم شما را به خدای پاک میسپاریم. تن صحت، کامیاب و سرفراز باشید.